ما 13 بار صاحب دولت ملی شدیم در تاریخ نوین و همین 13 بار به سبب این از دست رفت که فکر ملی مون غلبه نکرد. ما خیلی میگفتیم مثلا اگر اون دشمن هجوم میکنه علما جمع میکنن میگن که خیلی چیکار کنیم، میگن خیلی هموش هم مسلمان چیکار میکنی مقاومت کرده. این دولتی سامانیون چه شکست خورد وقتی که قراخانی‌ها از صحرا هجوم کردند میخواستن سامانیون رو اشغال کنن. سامانیون علمای اسلامی را جمع کردن، فقیهان، امامان، محترمان جمع کردن، گفتن که یک فتواتی همین مردم خیزونید که به ضد دشمن مبارزه کند. در کتابای تاریخ همش این است. و علما گفتن که در کار نیست جهاد کردن، چون که همون قراخانی ها مسلمانن، همون قراخانی هم لا اله الا الله میگه، همون قراخانی هم کلمه شهادت میگه. برای چیزی دیو باید مبارزه کنیم؟ خیلی او گرفت بود در دولت او زندگی میکنیم، امامی کرده میگردیم. انا همین موقع همون وقت خیانت ملی شد. و اگر همین فکر ادامه کند، من امروز یکی گیم که خیلی همون طالبان لا اله الا الله میگه مرحمت بیاید، خیلی نمیشه. یا اگر کشوری همسایه کدامش هجوم کنه میگه همون مسلمانه، همون لا اله الا الله میگه مرحمت بیاید گیرد، خب با او زندگی میکنیم. همین فکر ما را بارها از دولتداری ملی محروم کرد. بنابراین مسئله دولت یگان جای سازش ندارد، یگان جای گذشت ندارد. عالم دین است، عالم دنیایی است، اهل فرهنگ است، معارف است، کارگری دولت است، کارگری خصوصی است. در مسئله دولت یک موقع فقط باشد، دولت رو به هیچ کس معامله نمیکنیم، دولت رو دیگر از دست نمیدیم، زیرا این دفعه طوری گفتم این مسئله حیاتی ماست.